اولین حرکتی بود سوری میزد اوکی اومده. یه بار دیگه نگاه کنید. دستمون گفتیم این کنار نذاریم حین زدن. این اگه اینجا بشه دست میبره. دست گفتیم بچسبون به خودت. ایرینی آتمی اوکی اونگه. حرکت دومی که کار کردیم همین. نفوذ دست میافتاد روی پشت تیغه شمشیر. میدادیم داخل نشست. یه بار دیگه. یک آتمی رو زدید نفوذ. این هم هست. نوع بعدی که کار کردیم ایریناگه بود دیگه آقای کارم درسته؟ ایریناگه 3 مدل استاد. مدل نوع سوم. در وسط دست میگرفتیم میکشیدیم دسته شمشیر به سمت صورت حریف. یه بار دیگه. نفوذش همونه دست وسط بین دو دست میگیره. یه ذره بدن رو میکشیم عقب. شمشیر رو میتابونیم دوباره تنشان تمام. الان میخوایم یه تکنیک دیگه کار کنیم. خب یک دو یه بار دیگه آره استاد کنم بخش یک از لای پاهاش رد میکنیم میتابونیم این کار دیگه بذار باید کار کنیم تا جا بیاد. خب یک خب میکشیم این بر میبریم بالا شیمانک یا کمک آتمی با این یکی دست بگیر این از بالا مچ حریف رو بگیره تیغه شمشیر رو بده سمت حریف این میشه شیمانک. یک بار دیگه نگاه کن نگاه کن آتمی با این دست میگیرم این آتمی که زدن این دست میاد از رو تیغه شمشیر رو به سمت پای حریف میبرم این میشه شیهاناگی این ولی با شیهاناگی نگاه کن یک این رو گرفتم میبرم آها شیهاناگی افتاد نگاه کن من دارم جهت دست رو میبینم. ببین با اونی که آتمی میزنین آتمی با یکی میگیری نه احساس میکنم چیز این ولی بزن یک اینو میگیری اینم میگیری میبری سمت پای حریف بعد شروع کنی استاد یعنی دست رو اونجا قفل میکنیم آره دیگه جفتشو. میشه شمشیر تو دست شما میمونه. آره